باهاش صحبت میکنم، شبا بیشتر صحبت میکنم باهاش. گریه نمیکنم که میگم برات گریه نمیکنم، برای حضرت قاسم گریه میکنم، برای حضرت علی اکبر گریه میکنم، برای شما گریه نمیکنم و میخندم باهاش حرف میزنم شبا. دیبای شب حالا به خواب مادرم میاد، دیدم که در میزنم، در حیاط میزنم، دویدم همسو کوبرهنی رفتم، دیدم کاظم پشت در حیاط. مادر منم در باز کن. یه جایی که اینقدر همش روشنه، اما نمیبینم کجاست. گفتش که من جایی هستم که من کسی نمیبینه، شما منو میبینی. میگه مادر من تو بهشتم، چی میخوام برات بیارم؟ گفتم من دوست دارم قرآن یاد بگیرم. خانمای جلسه ای، خانمای بسیج بیاد دنبالم، بریم توی جلسات قرآن، همه میخونن، نوبت من که میرسه به من بگم سواد ندارم، یا خب حمدو بخون، قل هو الله رو بخون، صلوات بفرست. دیگه خجالت میکشم، بعضا بیام حالم مساعد نیست نمیام. خب از اول قرآن الف لام میم بخون یاد بگیر. بلدی مادر؟ همه قرآن بلدی. میگه خب مادر بلند شو صبح بعد از نماز صبح قرآن رو وا کن، ان شاءالله میتونید بخونید. رفتم نماز صبح که خوندم، رفتم دیدم آره بچه‌م گفته بلدی بخونی. من میگم بلد نیستم. قشنگ الف لام میم رو تا 4-5 تا خطش خوندم. بعد از نماز صبحشون بلند میشن، هر جای قرآن رو باز میکنن میتونن بخونن. سلام علیکم یا این الله و خیر لكم اذا کنتم تعلمون. یکی از معجزاتی بود که شهید هدیه کرد به مادرش از بهشت.